بسم الله الرحمن الرحیم. ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. عرض سلام و ادب و عشق خدمت دوستان و همراهان عزیزم در دوره به یاد موندنی رازهای پولساز. امیدوارم مثل ما عالی 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 باشید. ما به لطف خداوند عالی 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 هستیم. یا آهنگ زیبا با هم گوش بدیم و بیایم سراغ درس جلسه امروز. خب امیدوارم که همه چیز عالی عالی پیش بره. امروز میخوام راجع به یکی از رازهای بزرگ پولساز با هم صحبت کنیم و اون دوست عزیزم قدرت فرکانسه. ما در الگوهای ذهنی گذشته این گونه از خانواده یاد گرفته بودیم که هر چقدر که بیشتر کار کنی، بیشتر وقت بذاری یا سخت‌تر کار کنی، تو بیشتر پول در میاری. امروز به لطف خداوند یاد گرفتیم اون چیزی که پول در میاره فرکانس توست. هر ذره‌ای در این عالم یک موج فرکانسی خاص خودشو داره دوست عزیزم، و هر موج فرکانسی خاص خودش یک نتیجه و یک خروجی خاص خودشو داره. یعنی اگر شما در این عالم به واسطه افکار و گفتار و رفتار، به واسطه افکار و گفتار و رفتار خودتون یک موج فرکانسی مثلا 120 مگاهرتز تولید کردید، نتیجه شما هم مطابق با همون 120 مگاهرتز. چیز بیشتری جهان هستی به شما نمیدهد. اینجوری نیست که شما الان رفتید مثلا رادیوها رو یادتونه، حالا رادیوهای همین ده 15 سال پیش 20 سال پیش رفتید روی موج مثلا رادیو ورزش، ببینید که محتوای مثلا رادیو پیام رو دارید گوش میدید. رفتید روی موج رادیو پیام، محتوای رادیو معارف رو مثلا دارید گوش میدید. رفتید روی موج رادیو معارف، رادیو خبر داره برای شما الان پخش میشه. اصلا همچین چیزی وجود نداره دوست عزیزم، اصلا همچین چیزی وجود نداره. به میزانی که طول موج میآورید نتیجه دریافت میکنید. هر چقدر طول موج افکار شما قوی‌تر، دریافت شما قوی‌تر. هر چقدر طول موج کلماتی که از دهان مبارک شما خارج میشود قوی‌تر، دریافت شما قوی‌تر. یک معادله کاملا ریاضی است دوست عزیزم. برای همین بارها خداوند میگه من در حق هیچ کس ظلم نمی کنم. ولیس لظلام للعبید. خداوند در حق هیچ کس ظلم نمی کند. بارها در کتاب آسمانی میگه من در حق کسی ظلم نمی کنم. یعنی تو اینقدر تونستی فرکانس تو عالم ایجاد بکنی، باید اینقدر پاداش بگیری. پول پاداشه، پول گیفته، و خداوند این گیفت رو به گونه‌ای تنظیم کرده
که تو از این طرف هر چقدر مهارت بازی زندگی رو بیشتر یاد بگیری، از اون طرف بیشتر امتیاز دریافت میکنی. این همین بازی هایی که الان خودمون داریم طراحی میکنیم. به میزانی که هوش بیشتر داشته باشی دریافت بیشتر داری. خب شما الان یاد گرفتید که باید افکاری با طول موج بالا در عالم ایجاد کنید. من باید افکاری با طول موج بالا در عالم ایجاد کنم. افکاری که حس بسیار بهتری به من میده. من تا دیروز به گونه‌ای به خودم نگاه میکردم، خودم رو آنالیز میکردم، خودم رو ارزشیابی میکردم که حس خیلی خوبی به من نمیداد. ولی امروز یاد گرفتم من باید با افکارم طول موج بسازم. من باید با افکارم طول موج بسازم. من باید با کلماتم طول موج بسازم. من باید با رفتارم طول موج بسازم. 3 ابزار داری: افکار، گفتار، رفتار. افکار، گفتار، رفتار. این 3 سرمایه های توی دست تو هستن برای ساختن پول. چه افکاری داری؟ افکارت با چه طول موجی در این عالم دارن حرکت میکنن؟ آقای ارشدفر، چگونه میشه طول موج افکار رو اندازه گیری کرد؟ آیا امکان این هست که طول موج افکار رو بشه اندازه گیری کرد؟ بله، سالهای ساله که دستگاهایی ساخته شده که داره این کارو میکنه. خب الان آقای ارشدفر، من دسترسی به اون دستگاه ندارم. من چگونه باید متوجه بشم که الان من با قدرت فکر و اندیشه خودم دارم چه طول موجی رو در عالم میسازم که منتظر جواب مطابق با همون طول موج باشم؟ از احساسات دوست عزیزم. اگه الان به تو بگن تو پادشاه فلان کشور شدی که مثلا 100,000 میلیارد دلار پول در اختیارته که هر جوری میخوای هزینه کنی، هر جوری که دوست داری هزینه کنی، برای کشور هزینه کنی، برای خودت هزینه کنی، برای خانواده هزینه کنی، برای هر کسی که دوست داری. اگر این خبر به تو برسه چه احساسی به تو دست میده؟ چه احساسی؟ این یه فکره، یه اندیشه است. الان ما داریم راجع به قدرت یه فکر صحبت میکنیم. یه فکری که بسیار 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 میتونه حس خوبی به تو بده، یا به قول عوام بسیار میتونه تو رو خوشحال کنه، خیلی سورپرایزت کنه. وقتی که خبر پادشاه شدن تو و اون عدد در اختیار تو قرار گرفتن به تو میرسه، تو چه حسی به دست میده؟ این نشون میده اون فکر چه طول موجی داره. چقدر خوشحالی میشی تو. میزان خوشحالی تو، میزان حس بسیار خوب تو بیانگر طول موج افکار توست. نه دیدی به دیگران میگه انقدر خوشحالم، ببین از خوشحالی دارم میترکم، دارم منفجر میشم الان. این نشون میده پشت این حس بسیار خوب 100% افکار و گفتار و رفتاری با طول موج بالا وجود دارد. افکار و گفتار و رفتاری با طول موج بالا وجود دارد که این حس متولد شده، خلق شده، ساخته شده. خیلی ساده است. از کجا بفهمم طول موج افکارم و گفتارم و رفتارم چیه؟ از حست. وقتی که حس خیلی 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 خوب داری، یعنی افکار خیلی 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 خوبی پشت این حس وجود دارن. کلماتی بسیار بسیار زیبا پشت این حس زیبا وجود دارن. اون فرکانس تو پول در میاره. اون فرکانس پول سازه. چون دیگران نمیبیننش فکر میکنن تو هر چقدر کار فیزیکی بیشتری بکنی بیشتر پول در میاری. نه خیر، تو هر چقدر طول موج قوی تری بسازی بیشتر پول در میاری. طول موج من از کجا ساخته میشه؟ از افکار و گفتار و رفتار من.
تو راجع به خودت چی فکر میکنی؟ تو راجع به خودت چی فکر میکنی؟ تو خودت رو یه آدم قدرتمند با شخصیت با لیاقت محبوب و عزیز میپنداری؟ چقدر عزیزی؟ چقدر محبوبی؟ چقدر با شخصیتی؟ چقدر با لیاقتی؟ برای اینها وقت میذاری که اینها رو ارزشیابی بکنی؟ آیا میدونی ارزشیابی هر کدام از اینها یک عمر برای تو پول میسازد؟ آیا میدونی آدمی که یک بار نشسته ارزش وجودی خودش رو برای خودش تعیین کرده، تعریف کرده، حساب خودش رو با خودش مشخص کرده، این یک عمر لذت میبره؟ باورت میشه؟ این باور کرده پادشاهه، این باور کرده شاهزاده عالمه، این باور کرده ملکه عالمه، باور کرده، ایمان پیدا کرده، یقین پیدا کرده. ببین اگر یک شاهزاده که بابا شاهه، پدر بزرگ شاهه، همه خانواده شاهن، اگر به مشکل مالی بخوره، اگر به یه گیر مالی بخوره، هیچ وقت به این فکر نمیکنه که بره گدایی کنه. هیچ وقت گزینه گدایی کردن در سر یک شاهزاده راه پیدا نمی کند. هیچ وقت همچین فکری به سرش راه نمیده. 100 تا گزینه دیگه داره برای اینکه چگونه اون پولی که الان نیاز داره رو تهیه کنه. 100 تا گزینه داره غیر از گدایی کردن. چرا هیچ وقت فکر گدایی کردن تو سر یک شاهزاده نمی آید؟ به خاطر اینکه شاهزادگی برای او تبدیل به یقین شده. اون یقین داره که من شاهزاده هستم، باور داره قلبی با تک تک سلولهای وجودش که من شاهزاده هستم و همه منو دوست دارن. الان برم به هر کسی که بگم بیا به من کمک کن، اون از خداشه که من جواب سلامشو بدم، چون من عزیزم، چون من بزرگم، چون من محترمم، چون من لایقم، چون من دوست داشتنیم. تک تک این عبارت هایی که دارم بهت میگم رو این با تک تک سلول های وجود خودش این شاهزاده، این ملکه باور کرده. برای همینه که هیچ وقت نگران نمیشه از جنس نگرانی تو. یک شاهزاده که جنس نگرانیش شبیه نگرانی دیگران نیست. اون باور داره تمام این مملکت برای پدر منه و پدر من الان یک گوشه چشم نشون بده همه میدونن به من خدمت میکنن، همه میدونن مشکل من رو زودتر حل کنن، مسابقه میذارن توی حل کردن مشکل من. از خداشونه که بیان به من کمک کنن، به خاطر اینکه پیش بابای من عزیز بشن، بگن آقا ما کمک کردیم. من و تو باور داریم، من و تو یقین داریم، من و تو ایمان داریم که ما شاهزاده های خلقت خدا هستیم. اگر باور داریم، حسمون چی میشه؟ حس شاهزاده چطوره؟ حس شاهزاده چطوره؟ حس ملکه چطوره؟ بسیار آرامه، بسیار خوشحاله، بسیار بسیار اعتماد داره به اون ثروت پدرش. خداوند پدر آسمانی و ثروتمند من و توه، گفته رو ثروت من حساب کن. اگر من در فکرم هزاران مرتبه در طول روز به شکل‌های مختلف به خودم بگم من شاهزاده عزیز و دوست داشتنی خدا هستم و این آرام آرام در وجود من تبدیل به ایمان و بعد تبدیل به یقین بشه، من چه طول موجی دارم در این عالم ایجاد میکنم؟ طول موج شاهزادگی، طول موج ملکه بودن. و جهان هستی در مقابل این طول موجی که الان من دارم ایجاد میکنم چه پاسخی میده؟ 100% پاسخی مطابق با طول موجی که ارسال کردم برای من ارسال میکنه. چقدر احساس با لیاقت بودن داری؟ چقدر خودتو عزیز میدونی؟
چقدر خودتو دوست داشتنی میدونی. اینها طول موج میسازن، اینها راههای ساختن طول موجهای قوی هستن برای صید ثروتهای عالم. تو در درون سلولهای وجود خودت رو یه آدم عزیز و محترم و دوست داشتنی و با لیاقت و توانمند و ارزشمند ندونی، مگه میتونی سر جهان هستی کلاه بگذاری، گولش بزنی، احساس بی‌لیاقتی ببری، جوابهای عالی بگیری؟ مگه میشه؟ احساسهای زیبا ببری. من شاهزاده خلقت هستم. و اینقدر عمیق بشینی به این فکر کنی، بری تمام رفرنس هایی که در کتاب های آسمانی خود خداوند شاهزادگی و ملکه بودن تو رو تایید کرده، بری اینا رو در بیاری، دونه دونه اینها رو بنویسی، کارت عکس کنی، بچسبونی روبروی چشم تو اتاقت، هر روز نگاه کنی، چشماتو ببندی، مراقبه کنی، بگی خدایا واقعا من ملکه خلقت هستم؟ واقعا من شاهزاده هستم؟ واقعا تو اینقدر برای من فضا ایجاد کردی رو کره زمین؟ واقعا از این که من اینقدر ثروت داشته باشم تو خوشحال میشی؟ یه فرزند تو که من هستم اینقدر ثروت داره؟ من فکر کردم اگه من ثروتمند بشم تو ناراحت میشی. من فکر کردم تو پادشاهی هستی که خودت ثروتمندی ولی دوست نداری بچه هات ثروتمند باشن. من راجع به تو اینجوری فکر میکردم. امروز خدایا الگوی ذهنی من عوض شده. من دارم با ذهنم طول موجهای قدرتمند میسازم، چون یاد گرفتم این طول موجها هستن که برای من پول میارن، نه زحمتهای صرف فیزیکی. دوست عزیزم، تمام توانت رو بگذار برای ساختن طول موجهای قدرتمند، قوی. هر طرز فکری که احساس یأس و ناامیدی و کوچیکی و حقارت و ذلت و مچالگی به تو میده، بندازش دور. این برای تو نیست، این پول توش نیست، این نمیتونه پول بسازه. پول با آدمای حقیر کاری نداره، پول با آدمهای ناتوان کاری نداره، پول با آدمهای بی ارزش در یک جا جمع نمیشه. باید این احساس ارزشمندی رو در خودت بسازی. این وظیفه توست، این کار توست. این که میگی لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان چیزی نیست جز اون چیزی که تلاش میکنه. فکر کردی تلاش منظور تلاش فیزیکیه؟ که صبح تا شب بری تایم کارتو زیاد کنی؟ نه خیر، تلاش یعنی اون طول موجهایی که تو با افکار و گفتار و رفتار خودت داری به جهان هستی ارسال میکنی، که جهان هم 100% به تک تک اونها پاسخ میده. پاسخی مطابق با طول موجی که فرستادی. هر چقدر احساس لیاقت بیشتر، پول بیشتر. هر چقدر احساس توانمندی بیشتر، پول بیشتر. پول بیشتر. امروز تو دیگه سیستم عملکرد جهان هستی رو یاد گرفتی. تو فهمیدی جهان با فرکانس تو کار داره، نه با فیزیک تو. این فیزیک تو که 1%. جهان چیکار با این 1% داره؟ جهان با اون 99% تو کار داره. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای. 800 سال پیش ببین مولانا چی کار کرد، چی گفت. ای برادر، تو همه اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. فکر تو گر گل بود تو گلشنی. میگه این طول موج افکار تو رو تبدیل میکنه به یک باغ زیبا. تو فقط داشتی به باغ فکر میکردی، ولی همون فکر تو رو تبدیل کرد به خود اون باغ. تو به پول فکر کردی، پول دوید اومد سراغت. به این که من اینقدر ارزشمندم،
که خداوند با 1000 دست خودش، با عشق، با افتخار ثروت رو هل میده تو زندگی من رو به قول سوره حمد انعمت علیهم، نعمت بارون میکنه خدا منو، نعمت بارون میکنه خدا منو. اینقدر خدا منو دوست داره. این برمیگرده به اون احساس دوست داشتنی بودن. تو چقدر خودتو آدم دوست داشتنی میدونی؟ هر چقدر تو خودتو بیشتر عزیز دل خدا بدونی، این طول موجی که داره از تو ساطع میشه به جهان بیشتر برا تو پول میاره. اینو به عنوان یه راز بزرگ ببر تو زندگیت. تو نمیدونی به خدا هر چقدر روی این احساست کار کنی، از اون طرف کار فیزیکی کمتری نیاز داری. هر چقدر روی احساست کار نکنی، از اون ور باید بری کار فیزیکی 10 برابر باید بری، 100 برابر بری انجام بدی. میخوای انجام بدی، برو انجام بده، برو انجام بده. این همه سال رفتی کار فیزیکی کردی، بازم میخوای بری دوباره همون الگوی ذهنی کار فیزیکی؟ الان ارشیانفر اومده داره بهت میگه روی احساس لیاقتت کار کن. بگو من آدم با لیاقتی هستم، من لیاقت اینو دارم که 100 تا کارخونه داشته باشم. خداوند از این که بچهش که من هستم 100 تا کارخونه داشته باشه آیا خوشحال میشه؟ آیا یه ثروتمند اگه بچهش 100 تا کارخونه داشته باشه برمیگرده به بچهش میگه تو برای چی 100 تا کارخونه داری؟ میگه آفرین، الحق که بچه منی، الحق که کپی خودمی، الحق که خون خودم تو رگهای بدنته. هر چقدر ما بزرگتر بشیم، هر چقدر داراتر بشیم، هر چقدر قدرتمندتر بشیم، خداوند برمیگرده ما میگه الحق که جانشین خودمی، الحق که قائم مقام شایسته‌ای برای من هستی، الحق که کپی خودم هستی. خدا کوچیکه که ما کوچیک باشیم؟ این که میگه تخلقوا به اخلاق الله معنیش چیه؟ اخلاقاتون رو شبیه خدا بکنید. یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگه، تو هم باید بزرگ باشی. خدا بزرگ فکر کرده که خلقت به این بزرگی حاصل فکر خداست، پس تو هم فکرات باید بزرگ باشه. فکر نکن تو اگر ضعیف باشی خداوند از ضعف تو خوشحال میشه. خداوند اتفاقا ناراحت میشه از این همه ضعف، میگه این به کی رفته؟ این میخواد جانشین من باشه؟ من میخوام تمام هستی رو بسپارم دست این؟ نگاه کن راه رفتنشو، نگاه کن حرف زدنشو، نگاه کن فکر کردنشو، نگاه کن انتخاب کردنشو. کدوما اینو شبیه به منه؟ چرا شبیه خدا فکر نمی کنیم؟ چرا میترسیم شبیه خدا فکر کنیم؟ چرا میترسیم طول موجهای قدرتمند به جهان هستی ارسال کنیم؟ از صبح تا شب تکرار کنیم من ارزشمندم، من قدرتمندم، من لایق هستم، من توانمند هستم، من عزیز دل خدا هستم. خداوند تمام امور زندگی من را به زیباترین شکل ممکن به عهده گرفته است. تمام امور زندگی من را. ببین وقتی که این جمله رو تکرار میکنی، این فکر و اندیشه رو تو سرت میپرورونی، چه حسی به دست میده. ببین روحت چه قدرتی دوباره پیدا میکنه، همون روحی که 30 سال براش وقت نذاشتی، اینقدر تحویلش نگرفتی که الان مچالش کردی انداختیش گوشه وجود خودت. ببین وقتی که میگی خداوند تمام امور زندگی من را به عهده میگیره، تمام امور زندگی من رو به عهده میگیره، نه این که برای در حد بخور نمیر به من بده، بگه بیا بابا اینو بگیر برو، بیا بگیر برو بابا. نخه، کجا برم؟ کجا بگیرم برم؟ ما نیامده ایم برویم، آمده ایم تا بمانیم. خلقتم للبقا لا للفناء. مگه ما اومدیم بریم؟ ما اومدیم مثل خدا جاودان باشیم.
بیا اینو بگیر برو. دیدی بعضی پدرها میخوان یه پول بدن بچه دست از سرشون برداره؟ بیا بگیر برو، بیا بگیر برو. خدا رفتارش با ما این شکلیه؟ بیا بگیر برو. چه حسی به دست میده وقتی فکر میکنی هر چی از خدا میخوای برمیگرده میگه چشم، به روی چشم، افتخار دادی عزیزم، محبت کردی اومدی، بازم بیا، بیشتر بخوا از من، بیشتر بخوا، بیشتر بخوا، بیشتر بخوا. تو رو خدا، تو رو جان خودت از من بیشتر بخوا. ببین الان که داری این آگاهی ها رو فقط میشنوی، روحت داره کیف میکنه، روحت داره لذت میبره. میدونی چرا لذت میبره؟ چون این حقیقت ها جزئی از وجود مبارک خودته، داره از زبان سید محمد ارشیانفر به گوشت میرسه. هی بهت میگه بخوا، بیشتر بخوا، کم نخوا، ضعیف نباش، ضعیف فکر نکن، ضعیف حرف نزن، ضعیف رفتار نکن. جانشین منی. جانشین یعنی چی؟ یعنی من کلید تمام هستی رو میخوام بدم دست تو. بابا چرا نیومدن از بچگی به ما بگن این جانشین خدا، جانشین خدا، جانشین خدا، که این همه میگن معناش چیه؟ من کلید تمام خلقت رو میخوام بدم به تو. قوی فکر کن. از این به بعد هر فکری میکنی از خودت سری سوال کن این طول موجش چقدر بود؟ طول موجش چقدر بود؟ نگاه به حست بکن. ببین حس شاهزادگی رو بهت داد؟ نداد؟ طول موج ضعیف بود. فکر زیاد خدایی نبود. فکر زیاد رنگ و بوی خدا رو نداشت. اگر داشت عظمت می اومد تو وجودت، از خوشحالی مثل امام محمد غزالی می پریدی تو کوچه و بازار، شروع می کردی به رقصیدن. اگر میخوای بفهمی فکرایی که طول موج بالا دارن چه فکرایی هستن، برو زندگی نامه اون آدمایی که بزرگ فکر کردن مثل جلال الدین محمد، جلال الدین مولانا، حافظ، خیام، عطار. برو زندگی نامه اینا رو بخون. اینا رو پا بند نبودن. اینا چه فکرایی تو سرشون تولید میکردن که دائم تو رقص افتاده بودن. دائم تو رقص بودن. چرا من و تو نمیتونیم برقصیم؟ که رقص برا ما شده اصلا یک کار عجیب و غریب و خیلی سخت و برای بعضیا که دیگه شده ناممکن. چرا غرق در شادی نمیشی؟ چون یاد نگرفتی افکاری با طول موج بالا بسازی که اینها هستن که سرنوشت الهی تو را رقم میزنن. همین افکار با طول موجهای بالا. کار اصلی تو اینه. فکرایی باید بسازی که نگذاره بنشینی، نگذاره رو زمین بشینی. باید بلند شی، دائم تو ابرا باشی، تو آسمون باشی. چه فکرهایی به من قدرت میدهند؟ چه فکرهایی به من قدرت میدهند؟ فیلتر بذار جلوی افکارت. مگه تو اجازه داری به هر چیزی فکر کنی، هر شکلی فکر کنی؟ مگه تو اجازه داری؟ کی همچین اجازه‌ای به تو داده؟ افکاری که تو رو مچاله میکنن از ترس، از ناامیدی، از شک و تردید، اینا برای تو نیستن. اینا شیطانن. اینا هدیه های شیطان به تو هستن. هر فکری که تو رو به پرواز در نمیاره، هر فکری که تو رو به اون جایگاه جانشینی خداوند نمیرسونه، برای خدا نیست، برای تو هم نیست. بندازش بیرون. از این به بعد دیگه تو به خودت اجازه نمیدی هر جوری فکر کنی، به هر چیزی فکر کنی. چون میفهمی همین فکرها هستن که دارن جایگاه تو رو در عالم برای اینکه تو چه جایی داشته باشی در این عالم تعیین میکنن.
اجازه نداری دیگه به بدبختی فکر کنی، به ناتوانی فکر کنی، به کمبود فکر کنی، به فقر فکر کنی، به نتوانستن فکر کنی. این اجازه رو برای همیشه از خودت بگیر. بگو من به قول ارشیانفر اجازه ندارم اینجوری فکر کنم. تو دوره رازهای پولساز من یاد گرفتم این افکار منن که برای من پول میارن، بقیهش که 1%. من با این 99% میخوام برم توی جهان هستی، برم سهممو بگیرم. اون 1% افکاری است که تو رو شبیه خدا کنه، از عظمت، از بزرگی، از قدرت، از جلال و جبروت. وقتی که فکر میکنی میتونی بلند شی، فریاد بکشی من پادشاه عالمم، من عشق خدا هستم، من نماینده قدرتمند خدا روی زمین هستم. میتونی از این فکر را بسازی برای خودت؟ میدونستی اصلی ترین کارت اینه که بری بشینی از این فکرهای برای خودت بسازی که روح قدرتمند خدا رو بیاره تو کلامت، تو نگاهت. هر کی تو رو دید یاد خدا بیفته، از بزرگی یا از عظمت، از مهربانی، از شکوه. الان کسی تو رو میبینه یاد خدا میفته؟ فکرهای تو شبیه فکرهای خدا بزرگه؟ نه؟ پس هنوز درس رو نگرفتی. فکرهایی تو سرت دارن تکرار میشن که تو رو به رقص میارن، اونا خدایی هستن. فکرهایی تو سرت دارن میان که به تو میگن بشین بشین بشین، سکوت کن، حرف نزن. اینا برای خدا نیستن. به پیامبر میگه قل قل قل، بگو بگو بگو. چی بگم؟ قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. بگو بلند شید شادی کنید. مگه کلید پولسازی نمیخواید بلند شید؟ مگه دنبال راز نیستید؟ راز همینه، خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. بلند شید خوشی کنید. این خوشی ها طول موج میسازه. با چی خوشحالی کنیم؟ با فکر کردن به این که خداوند چقدر تو رو دوست داره. این فکر برای تو طول موج میسازه و اون طول موج پول میاره. چقدر خدا منو دوست داره، چقدر من عزیز خدا هستم. تمام رفرنساشو باید بری شخم بزنی، بگردی پیدا کنی که به خودت ثابت کنی، به من ارشیانفر که ثابت شده خدا چقدر ما رو دوست داره. برو بگرد. چرا من بگردم تو نگردی؟ چرا من وقت بذارم تو وقت نذاری؟ 32 سال از عمرمو بذارم تو هم 2 سال از عمرتو بذار. با 30 سال از من جلوتری که. برو وقت بذار. 32 سال شبانه روزی عمرمو گذاشتم، تو چرا نمیذاری؟ نکنه برات ارزشمند نیست فهمیدن این حقیقت‌های ناب؟ ارزشمنده؟ برو وقت بذار. برو بشین دفترچه بنویس فکرهایی که به من قدرت میدهد. حداقل 50 تا فکری رو یادداشت کن که اینها بسیار بسیار به تو قدرت میدن. حداقل 50 فکری که هر وقت اینها رو دعوت میکنم تو صفحه اندیشه و ذهن خودم، وجودم پر میشه از قدرت، از عشق. چند تاشو مثال زدم، بقیهشو باید بری تو پیدا کنی. وظیفته، کارته، تمرینته، سهمته. من عزیز دل خدا هستم. خداوند عاشقانه من را دوست دارد و تمام نیازهای من را از قبل برآورده ساخته است. خداوند من را برای لذت بردن به دنیا آورده است. خداوند تاج پادشاهی خودش را روی سر من قرار داده است. حرفایی که بچه بودی میزدی همه خانواده مسخرت میکردن. منظورم هموناست.
بهت میگفتم بسه بسه بسه. معلوم نیست این حرفای مفت رفته از کجا یاد گرفته. اینا حرفای مفته ها. اینا همون چیزایی است که پیامبر میومد به مردم میگفت، بهش میگفتن و یقولون انه لمجنون. دیوونه شدی ها؟ دیوونه شدی این حرفا رو میزنی؟ گفت به خدا تک تکتون معدنای جواهر هستید. الناس لمعادن کمعادن الذهب والفضه. میگفت نمیدونید کی هستید، به خدا تک تکتون معدن جواهرات الهی هستید. میخندیدم بهش. گفت برو بابا، من نون ندارم بخورم، به من میگه معدن جواهرات الهی. من نون ندارم الان بخورم. نگاه کن، یه الاغ ندارم برم بخرم سوارشم، به من میگه معدن جواهرات الهی. چطوری؟ آره تو میتونی زیر خونت هزاران هزار تن جواهرات باشه ولی گدایی هم بکنی. آره، کسی که نمیره اون همه جواهرات رو کشف کنه، در بیاره بالا، بایدم گدایی کنه. طول موج افکارت رو بالا ببر، طول موج کلماتت رو بالا ببر، طول موج رفتارت رو بالا ببر. هر رفتاری که بوی قدرت، بوی فراوانی، بوی عزت الهی درش نیست، برای تو نیست. توش پول نیست، پول در نمیاره. هر حرکتی میخوای بکنی بگو شاهزادگان کائنات هم همین کارو میکنن که الان من دارم میکنم. هر فکری میخوای بکنی بگو ملکه های بزرگ خلقت هم همین فکر رو میکنن، مثل من فکر میکنن. نه، اونا یه جور دیگه فکر میکنن، اونا به یه چیزای دیگه فکر میکنن که خیلی از آدمها 70 سال از عمرشون حتی یک بار هم به اون چیزهایی که اونا بهش فکر میکنن فکر نمیکنن. بزرگ فکر کن، بزرگ حرف بزن، بزرگ رفتار کن. نترس، از قضاوت هیچ کس نترس. اون کسی که از بزرگی فکر تو به وجد میاد خداست. اون کسی که وقتی تو محکم حرف میزنی، حرفای بزرگ میزنی و قولوا قولا سدیدا، محکم حرف میزنی، برات دست میزنه، خداست. جلوی زبان تو بگیر از این حرفای سستی که در گذشته به خاطر سستی اندیشه هات بر زبان جاری میکردی دیگه نزن. حرف زدن رو به خودت ممنوع کن، مگر در مورد قدرت، ثروت، پیشرفت، رشد و شکوفایی. ممنوع کن به خودت. بگو اینو تو دوره رازهای پولساز ارشیانفر بهم یاد داد. گفت طول موج کلماتت رو بالا ببر. به خدا قسم اگر قوی حرف بزنی، اگر قدرتمند حرف بزنی، اگه شبیه خدا حرف بزنی، تمام هستی در آن واحد جلوی این کلمه عرشی تو تعظیم میکنن. قوی حرف بزن. فایل پیشرفت کوانتومی 1 و 2 رو برات ساختم. نمونه جمله هایی که میتونه عرش رو در خدمتت قرار بده اونجا بهت یاد دادم. دونه دونه این جمله ها رو یادداشت کن. من اونجا 1 بار گفتم، تو 50 مرتبه در روز هر کدومش رو تکرار کن. هر کدومش رو. این جمله ها برای تو پول میسازن. این جمله ها هر کدوماشون یک فرشته پولساز هستن. فکر میکنی اینا فقط یه جمله هن؟ یه صوتن؟ یه صدان؟ یه آوا و نوان؟ هر کدام از این جمله ها یک فرشته پولساز هستن. از صبح تا شب فرشتهاتو بفرست به شرق و غرب عالم.
به جنوب و شمال، به آسمان و زمین، بذار برن برات پول بردارن بیارن. با همین فرشته های پولساز، منظورم افکار و کلماتته، 6 ماه با اینها پول بساز. این همه با فیزیک دویدی دنبال پول، حالا 6 ماه از این فرشته های پولساز، منظورم کلمات و افکارته، از اینا استفاده کن. ببین واقعا ارشیانفر میگه اینا پولساز هستن؟ واقعا اینا پولساز هستن؟ اینقدر یعنی افکار ما در عالم تأثیرگذار هستن؟ یعنی به همین تأثیرگذاری که ارشیانفر میگه اینا هستن؟ به خدا قسم، به خدا قسم، به خدا قسم، از اونی که تو فکرشو میکنی 1000 برابر تأثیرگذارترن. ای کاش عبارت و اصطلاحی پیدا میکردم که میتونستم اهمیت کلام و افکار رو توی این فایل ها به تو انتقال بدم. نمیدونم، به خدا نمیدونم با چه کلماتی بهت بگم مواظب افکارت باش. شل فکر نکن. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. هیچ گونه سستی را به سرزمین مقدس وجودت راه نده. تهنو، سستی در افکار، سستی در گفتار، سستی در رفتار. بگو ملکه ها اینجوری راه میرن؟ ملکه ها اینجوری میخوابن؟ ملکه ها اینجوری تصمیم میگیرن؟ پادشاه ها اینجوری انتخاب میکنن؟ همیشه خودت رو با اونا بسنج. پادشاهان کائناتی، ملکه های کائناتی، اینها هستن که آبروی خدا را میخرند، بقیه آبروی خدا را میبرند. ضعیفا آبروی خدا را میبرند، قویها آبروی خدا را میخرند. با افکار قوی، با گفتار قوی، با رفتار قدرتمندانه آبروی خدا رو بخر. شاد باش و پولساز و شکرگزار.